خدایا به امید خودت. ماشاءالله حسین آقا، انگار نه انگار که 115 سالشه. حسین آقا ساعت چنده؟ 35 دقیقه. نه مریض شدم، نه دکتر دیدم، لیک. چه خبر؟ با تاریخ کلی خاطره داره. ناصرتی شو، خب خب احمد شو، خب رضا شو، خب پسرش محمد رضا شو. نازنین همسرش بوده که 23 سال پیش عمرشو داد به شما. 2-3 روزه که من پشت گدارم، خبر از یار شیرینم ندارم. بزنم به تخته، حسین آقای گزارش ما دلش از خیلی از جوونا جوونتره. بخند عزیزم دنیا خنده داره، حسه به جز خنده دوا نداره. سلام علیکم. چطوری؟ او خوبی؟ آقا حسین ها؟ چه سال بستی؟ الهی پیاده میره اگه ماشین نگرده که بیا سوار بشه سوار نمیشه. از ما سالم تره ماشاءالله. تو کلبه ساده زندگیش پادشاهی میکنه. اینجا تنها هستی؟ سختت نیست؟ نه خدا حق رو به 2-3 روز یه بار سر و صورت رو صفا میده مثل آینه. پیغمبر گفته تا نظافت نه کثافت. مشتری خوبی هست؟ بله خیلی، همه مشتری هم مثل اوشون بود، خیلی خوب بود. اما جالبتر از همه اینها 1 2 3 4 1 2 3. و همچنان امیدوار به زندگی است. خدا عمر من زیاد کن. خلاصه این که حسین آقا تو کلبه زندگیش تنها نیست. سبحان ربی الاعلی بحمده. خدایا دوستت بدارم که دوستم بداری، چیزیام بدی، لباسم بدی، نورم بدی. خدایا دوستت دارم واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی.